فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به عنبر سرشته نبود. به داد و دهیش یافت او نیکویی، تو داد و دهیش کن فریدون تویی. درودی به پایان به همه بینندگان برنامه معرفتی عالم معنی. بیش از 1 سال است که ما در این برنامه شاهنامه بیزوال فردوسی را شرح و توضیح میکنیم، داستانهای آن رو تحلیل میکنیم، آید به بعضی لغت، معنای لغوی بعضی از واژه‌های شاهنامه صحبت میکنیم و در برنامه‌های پیشین ما رسیده بودیم به داستان زاده شدن منوچهر، قصد گرفتن او از سلم و تور. همین داستان پرآب چشم را ما تحلیل کرده بودیم. در این برنامه ما میگذاریم به داستان منوچهر و به تخت نشستن منوچهر که پادشاهی او 120 سال بود. برای صحبت در برنامه ما دعوت کردیم مثل پیشتر استاد رستم وهابزاده را. ما در برنامه گذشته ایستاده بودیم در این مسئله که برادران ایرج برای خیانتی که نسبت پدر و نسبت برادر کردند مکافات عمل را گرفتند، یعنی آنها هم با همان شیوه جانخراش کشته شدند و بسیار داستانی پرآب چشم است و گفتیم که در این داستان الکی مناقشه و جنگ بین کشورها سر شد و بنیاد گذاشته شد. فردوسی داستان به تخت نشستن منوچهر را بیارد، درباره مردن فریدون یک گفتاری دارد، خیلی واقعا متاثر است، تاثیر بخش است. من میخواهم که شما صحبت را از همین مرگ فریدون شروع کنیم بعد ادامه بدهیم. مرحمت. پس آنگه 1 هفته بگذاشتند، همه ماتم و سوگ او داشتند، یعنی فریدون. به 8م بیامد منوچهر شاه، و سر برنهاد آن کیانی کلاه. در جادویی ها به افسون ببست، بر سالیان انجمن شد 260. یعنی 120 سال. 120 سال از همین جو، از همین آغاز فردوسی اشاره میکند که 120 سال دوران پادشاهی منوچهر. منوچهر هم مثل همه شاهان کیانی حینی به تخت نشستن، همان مراسم تاجگذاری، بعد از او اندرز میگوید. یعنی هر شاهی نوی که به تخت می نشست سخنش رو از اندرز، از حکمت شروع میکرد و برنامه خود رو به نوعی به زبان امروز گوییم برنامه عمل خود رو، استراتژی آینده خود رو اعلام می داشت. منوچهر همین طور به راه فریدون فرخ رویم گفت، یعنی همون مسیر سیاسی حرکت خودش رو با پیروی از فریدون، همون حکومت عدل و داد اعلان کرد. یعنی اعلان کرد منوچهر که معیاری صلاحیت و صلاح هر یک انسان در نزد من سازگاری عمل او، رفتار او، روش او با عدل و داد است. اگر بیداد کرد او برای من نماینده اهریمنی است و مقبول نیست. و از این بعد منوچهر سام صحبت میکند و از این زمان سام دیگر جهان پهلوانی رسمی میشه. شاه جهان میگفتند در 7 کشور، قسمت بیشتری جهان متمدن آن روز، و سپهسالار او رو، سرور سپاه او رو جهان پهلوان، یعنی این رتبه بود از که به اساس عملیات و شایستگی های توانمندی و خردی لشکرکشی اون نفر به او داده میشه. در جادویی ها به افسون ببست ما از دوره فریدون میدونیم و پیش از فریدون از هوشنگ میدونیم که در مقابل جادویی ها افسون را میآورد. یک نوع افسون هم که مثلا یک معنای نزدیک به جادویی دارد ولی در مقابل جادویی میگذارد. چرا؟ چون که این هم یک نوع
رقابت معنوی است. اگر او تلیسم میکند این به واسطه نیایش خود و درگاه پاک یزدان خود اون تلیسم ها رو میشکند. یعنی این مبارزه حتی در مثال فریدون ما میبینیم که جنبه های روانشناختی هم دارد، تأثیر معنوی، تأثیر روحی. یعنی از این لیاقت هایی که با دشمنان خود تأثیر معنوی و تأثیر روحی روانی رسانند، اینها آگاه بودند، این آگاهی رو داشتند. این غیر جادویی است. در دیگر جا میگوید که نیاگانمان کهن بود و ما نوی میگوید. ما نوی. اینجا من فکر بکنم که کهن به معنای تجربه دار است. یعنی کهن درست است که مثلا قدیم است، جدید است، قدیم و جدید است. و واژه کهن من فکر بکنم اینجا به معنای تجربه بزرگ داشتن. ما نو هستیم، ما نوکار هستیم. به این معنی است یا که معنی دیگر دارد. خب شما یک مقال مشهور است که میگوید کار هر بز نیست خیرمن گفتن، گاوی نر میباید و مردی کهن. های بعضا پوهن گفتن، یعنی به معنیش. لیکن معمول است و بسیار بسیار مشهور است به صورت چی؟ کهن. از همین بیتی که مقال و ضرب المثل شده است معلوم است که منظور از کهن یعنی با تجربه، ورزیده، آموخته، این معنی رو دارد، به غیر معنی مثلا سال خورده. ولی در اینجا بیشتر همون معنی سابقه دار است. سابقه دار، تجربه دار. چون پادشاهی فریدون 500 سال بود. 500 سال بود. و بعدی با تخت نشستن منوچهر، یعنی فصلی که پادشاهی منوچهر است، فصلی میاد گفتار اندرزادن زال. ما میدونیم که در داستان فریدون و مبارزه منوچهر و مقابل برادران ایرج سلمتور، سام هم یکی از پرسناژهای خیلی اساسی است و در همین جا ظهور می‌یابد. سام در همین سام همچون پهلوان در همین داستان پیدا می‌شود و در داستان منوچهر یکی از آدمان نزدیکی منوچهر است که رمز پهلوانی است. بله. و یک عبارت فردوسی فصلی میکشد با نام گفتار اندر زادن زال و بسیار جالب است. وقتی میگد کنون پرشگیفت یک داستان بپیوندم از گفته باستان، نگه کن که مر سام را روزگار چی بازی نمود ای پسر گوش دار. نبود ایچ فرزند مر سام را، دلش بود جویا دلارام را. نگاری بودن در شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی. از آن ماهش امید فرزند بود، که خورشید چهره برومند بود. ز مادر جدا شد بدان چند روز، نگار چه خورشید گیتی فیروز. و به همین داستان زال تولد شدن زال است. یکی از داستان‌های خیلی واقعا جالبی در شاهنامه است. محققان و شاهنامه پژوهان زال را با قهرمان‌های ادبیات یونان قدیم مقایسه کردند، رابطه عمومیت تفاوت‌های اون رو گفتند. تحلیل بسیار مختصری همین داستان از جانب شما برای بیننده ما. زال عموما در دوره دودمان رستم که قهرمان اصلی شاهنامه است، در سرتاسر شاهنامه قهرمان بزرگترین شاهنامه است، همه نیایش در همین دوره در اطراف منوچهر با کمال قدرت و درخشندگی خود ظاهر می شوند. سام که جهان پهلوان است و خودش میگوید که خودش شاه را میگوید که تو از نبرد دیگر بیاسای، این کار ما از کار رو با پهلوانان بگذار. از این پس همه نوبت ماست رزم، تو را جای تخت است و بیگماز و بزم. نیاکان من پهلوانان بودند، زگرشاسب پناه بزرگان و شاهان بودند. زگرشاسب تا نیرمی نامدار، سپهدار بودند و خنجرگزار. یعنی بخش پهلوانان در همین شاهنامه، خودی آغاز شاهنامه ما فقط یک نفر رو در برابر
خاندان دودمان سام و نریمان و گرشاسب پسر جمشید است. گرشاسب میبینیم که آن قارنی رزمزنی پسر کوه است. دیگر چندان چهره درخشان رزم رو نمیبینیم، همش دودمان سام است و بس شیده و شیروی چند نفر محدود که بله. و زول بعد از سام می آید به همون پهلوانی و در زمانی سام که وقتی که زاده می شود زول، خودی زاده شدن زول یکی از شگفتی های داستان های شاهنامه است که با داستان های خلقی مثلا گرگولی و دیگر داستان هایی که خودی زاده شدن پهلوان یا قهرمان شروع بسیار پرشور ماجرای آن داستان است. یک ماجرای پرشور است که به نوع زاده می شود که داستانی می شود، شایعه می شود، داستانی می شود، شهرت می یابد. زی مادر جدا شد بدان چند روز، نگار خورشید گیتی فروز چون آفتاب و چهره نکو بود بر سان شید، ولیکن همه موی بودش سپید. زی مادر پسر چون بدین گونه زاد، نکردند یک هفته بر سام یاد. جرأت نکردند که نزد سام بروند و بگویند که پسر تولد شده است که پیر است، موی سری سفید دارد. بله، تا یک هفته کسی جرأت نکرد که این خبر رو به سام برساند. بعد یکی از دویه ها که به قول فردوسی دویه شیردیل نامیده می شود، او قدم پیش می دهد و به نزد سام می رود و اعلام می کند یکی پهلوان بچه شیردیل می گوید اونم بچه رو نماید بدین کودکی چیر دیل، تنش نقره پاک روخ چون بیش، برو بر نبینی یک اندام زیش. زی آهو، آهو در زبان قدیم ما به معنای عیب هم است. زی آهو همان کش سپید است موی، یگانه عیبش هم است که مویش سپید است. چنین بود بخشی تو ای نامجوی، قسمتی تو همین بوده است. بدین بخشیشت کرد باید پسند، مکن جانت نسپاس و دل رو نژند. یعنی جانت رو ناسپاس و دلت رو غمگین مکن و این هدیه که به تو شده است اون رو بپذیر. ولی متاسفانه این پندی دویه شیردیل رو سام قبول نمیکنه. بعد داستانی سیمرغ و زال شروع می شود. سیمرغ و زال شروع می شود. استاد داستان سیمرغ و زال سر می شود. من میخوام سر اول درباره مفهوم سیمرغ بله و معنای لغوی زال برای بیننده از یه چیزی بگویید. سیمرغ با نام سینمورو در شاهنامه چنان مرغ محتشم یاد می شود که در شاخ درخت همه تخم در همان خوانیره سرزمین قلب سرزمین خراسان جای دارد. نخستین آفرینش ایزد از عالم جای دارد و این هر باری که این سیمرغ با آن شکوه و شهامت خود بر این درخت فرود می آید، 1000 شاخه این درخت می شکند، به زمین می ریزد و از آن بذر درختان دیگر در روی زمین پهن می شود و جنگلستان ها می روید و هر باری که باز از شاخه این درخت از لانه‌اش برمی خیزد به آسمان، 1000 شاخه دیگر از تنه این درخت می روید. یعنی همین گونه درختی و این تخمایی که گفته دستور در بعضی شهرها میاد که همه این نمودی برای نمودی همه دردها دوا است. بعد همه دوا است. دوا هستن و از اونجا که رستم رو وقتی که سیمرغ به طریق جراحی میگیرد و دوا میبخشد، اینم هست. یعنی که سعی به معنای درخت هم آمده است. مرو یعنی مرغ و اون چیزی که تخم که میگوییم درختی که واقعا همونطوری که گفتید اونجا از اونجا تخم‌های زیاد است که یعنی جهتی توابتی دارد، جهتی شفایی دارد و ولی در شاهنامه درخت نه بلکه البرزکوه مکانی سیمرغ البرزکوه است. البته فردوسی بسیار رئالیست است. بله. به معنای تام رئالیست است. فردوسی از هر چیزی که میتواند طبع خواننده رو با شک و شبهه
افسانه بودن داستانش وادار کند از اون پرهیز میکند. ولی ناگزیر سیمرغ را هم البته مرغ تاثیر در اونجا در طبق روایات کتاب‌های قدیم پیش از شاهنامه گفته می‌شود که این مرغ در رگ‌هایش رودها جاری است و وقتی که بر بالای کوه می‌گذرد مانند ابر پربار آن کوه‌ها را با باران خود می‌شوید، باران بالهای خود، و در رگ‌هایش رودها جاری می‌شوند و فیل را با آسانی از زمین بر می‌دارد، شکار می‌کند. وقتی که زال را در پای البرز کوه می‌گذارند، سیمرغ را مشاهده می‌کند و فرود می‌آید برای برداشتن این کودک. البته او را به عنوان یک طعمه می‌بیند که فرض بچه‌هایش اونجا در لانه غذا خوراک می‌خواستند، گرسنه بودند، ولی میگوید مهری به سیمرغ داد، نکرد او به خوردن از آن بچه یاد. فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ، بیزد برگرفتش از آن گرم سنگ. یعنی در بالای یک سنگی آفتاب تابیده بر او داغ است، تفسیده گداخته است و طفل پرپیش زال در بالای اون سنگ است. ببردش دمان تا به البرز کوه، که بودش در آنجا کنام گروه لانه بچگانش. سوی بچگان برد تا بشکرند، شکارش کنند، بدان ناله زار او ننگرند. شگفته بر او برفکندند مهر. یعنی عجب است که اون مرغ بچه ها، سیمرغ بچه ها هم به او مهر پیدا کردند به زال. بماندند خیره بدان خوب چهر. پرورش دهنده او همین سیمرغ می شود. و زال در این کنام سیمرغ و همراه بچه هایش به قول فردوسی با خون مزیدن بزرگ می شود و همان طوری که ما مثلا در داستان چنگیز ایدمتوف درباره منقور میشنویم که کاروان ها خبری مردی رو بردن که در بیابان بزرگ شده بود و میگشت، ولی اینجا گونه دیگر یا در شاهنامه کیخسرو را که شهرت یافت در کوهستان در بین شبان ها با نیروی خودش، اینجا هم زال به همان کمال نیرومندی و رشد خود میرسد. چون کودک خورد پرمایه گشت، بر آن کوه بر کاروان ها گذشت. کاروان ها از آن کوه میگذشتند از راهی البته مناسب. یکی مرد شد چون یکی زاد سرو، مانندی سروی بلند، درخت بلند، برش کوه سیم و میانش چو غرب. یعنی بازوانش مانندی کوه نقرگین و میانش چون پهلوانان البته میانی به معیار، اون مثل کنده نه. نشانش پراکنده شد در جهان، بد و نیک هرگز نماند نهان. مردمی که از آن کوه میگذشتند آوازه حضور چنین یک پهلوانی را در کنام سیمرغ در بلندای کوه البرز و جهان پهن کردند. خب همین وقت بود که سام خواب دید، یک رویای صادقه دید که 3 مرد از کوه هند من تخمین کردم که هندوکش باشد، کوه هندوکش باشد. استاد محترم حاتم میفرمایند که از سلسله کوه‌هایی که است که در پامیر شرقی با همین نام وجود داشتند. خلاصه این مردان از کوه هند پیدا میشوند، به نزدی آنها رو تشخیص میدهد که خودی سام در خوابش که از کوه هند آمدن یا هند آمدن و می آید و به سام خطاب میکند که ای مردی بیباکی ناپاک رای، نادرست اندیشه، زیدیده بشستی تو شرم خدای، تو را دایه گر مرغ شاید همه، پس این پهلوانی چی باید همه؟ این چی پهلوانی است که تو برای طفلت سیمرغ را دایه میکنی؟ گر آهوست بر مرد موی سپید، تو را ریش و سر گشت چون برگ بید. اگر برای مرد موی سفید عیب باشد، تو در خودت نگاه کن که چطور ریش و موی سر تو سفید شد. همان و همین عزتت هتیه داد.
همون و همین ایزدت هدیه داد. همه گم کنی تو به بیداد داد. پس از آفریننده بیزار شو که در تنت هر روز رنگ است نو. یعنی وقتی که تو در بدن خود، در وجود خود هر روز رنگ دیگری رو میبینی از آفریننده خودت و از آفرینش خودت، پس بیزاری میکنی. با این حال تنبیه بسیار سخت میدهد که نعره میزند سام از خواب برمیخیزد. و اینجا انا همین جاست که وقتی که بعضی ها با شاهنامه ایراد گرفتن که ارق پرستی و نژاد پرستی و رنگ پوست و خون و این چیزها رو ترغیب میکند، از جمله احمد شاملو فردوسی را همچون نژاد پرست عیبدار کرد. بسیاری کسانی که با او پاسخ نوشتند همین پاره از شاهنامه را یاد آوردند، نشان آوردند که فردوسی نه کسی هست که به رنگ و پوست و نوع خون و این چیزها توجه کند. مثلا در اینجا از نام فرشته که سام در خواب میبیند او را به همچنین نگاه سرزنش میکند که چرا به رنگ موی نگاه میکنی، به رنگ روی نگاه میکنی. اون چیزی که عزت داد اون پذیرفتنی است. همین مثال رو میارن که یعنی نژاد پرستی برای فردوسی بیگانه نیست. این رو مثال میارند. و بعد همون فریدون فرخ فرشته نبود، زی مشک و زی عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نکویی. تو داد و دهش کن فریدون توی، یعنی اگر تو هم به همون مرتبه همون داد و عدل بورسی تو هم همون مرتبه رو صاحب میشوی. خب دیگر سام چون این خواب را دید دیگر جای صرف نظر کردن و اغماض کردن از خواب بیدار براش شد. باقی نمانده بود. خودش هم به سینی پایان پیری رسیده بود و جانشینی برای او میبایست. بله. بعد با پای البرز حرکت میکند. و اینجا برای شما درباره نام داستان زال گفته. خیلی داستان زال خیلی مهم است. عجیب است که یکی از لحظه هایی که سیمرغ همچون موجودی متفکر دارای اندیشه و زبان معرفی می شود همین جاست که او پیش از آن که زال را به سام تقدیم بکند با او نام داده بود. او را دستان زند. زند در زبان پهلوی و زبان قدیمی ایرانی یک معنیش معنی بزرگ است. مثلا وقتی که زنده رود یا زنده پیل میگوییم، رودی بزرگ پراب و پیلی بزرگ را در نظر داریم. همچنین هیبت را هم دارد. این را به صورت ژندم میگویند. ژند مثلا در نام ژندرزم. دستان، خب دیگر دستان این در بسیار وقت حیله و نیرنگ و مکر با معنای حیله می آید، ولی در ابتدا معلوم شد که به نام تدبیر و رای هم بوده است. به نام تدبیر و رای به همین معنا دستان زند نامیده. و برای همین وقتی که بسیاری ها از ما داستان را با این می آمیزند، داستانی که مثلا درباره ژانر داستان میگوییم، این اشتباه می شود. نام زال نام اصلیش که سیمرغ با او داد و بیشتر با اون یاد می شود دستان است. وقتی که رستم دستان میگوییم یعنی رستم پسری دستان، پسری زال، نام زال است دستان. بنابراین رستم داستان گفتن غلط است. بله. حتی با این فکر هم که این رستم داستانی و مشهور. خود سیمرغ وقتی که سام را آواره و نگران میبیند در پای کوه، میفهمد که قضیه از چیست و اینجا سام نیایش میکند که به دل سیمرغ این اندیشه را جای کن که فرزند مرا به من بسپارد. بعد سیمرغ این را میبیند و همچنین نیت میکند، با زال مراجعت میکند، میگوید نهادم تو را نام دستان زند. و زند یک چیز دیگر هم نباید از یاد برد که همین اوستا رو هم در بعضی جاها زند گفتند و شرحش رو پوزند و در بعضی جاها زند رو باز شرح اوستا هم گفتند. نهادم تو را نام دستان زند
که با تو پدر کرد دستان و بند. انا اینجا دستان دویمش به معنای حیله و مکر می آید. بدین نام چون بازگردی به جای بگو تات خوانند یلی رهنمای. تو با همین نام که از من برگشتی آنجا که رفتی بگوی که تو رو جهان پهلوان سام به همین نام گیرد. پدر سام یل پهلوان جهان سرافراز تر کس میان میهان. یعنی خبر میدهد به زال که پدر تو سام بزرگترین پهلوان جهان است. بدین کوه فرزندجوی آمده است. تو را نزد او آبروی آمده است. یعنی اکنون تو با نزد او آبرو پیدا کردی. روا باشد اکنون که بردارمد به آزار نزدیک او آرمد. بله. و بعد باز وقتی که سیمرغ را می آورد میگوید که زال بسیار با دل سنگین با او وداع میکند. مهر بسته بود به سیمرغ. میگوید نشیم درخشنده گاه من است. همین تخت من میگوید همین لانه تو است که در آن مرا پرورده ای. دو پری تو فر کلاه من است. سپاس از تو دارم پس از کردگار که آسان شدم از تو دشوار کار. یعنی با دل گران با سیمرغ وداع میکند و سام هم وقتی که سیمرغ را میبیند با نزد او نیایش میکند. وقتی فرزندش را میآورد که ای شاه مرغان تو را دادگر بدان داد نیرو و زور و هنر که بیچارگان را همه یاوری و نیکی به هر داوران داوری. زی تو بدسگالان همیشه نژند بیمان همچنین جاویدان زورمند. همه پر را زال زر خواند نام چو دستان ورا کرد سیمرغ نام. سپه یکسره پیش سام آمدند گشاده دل و شادکام آمدند. زال هم باز معنای زال زر، ولی در اصل اگر ما تحقیق کنیم خودی زال هم زر است. رنگ روی زال بگونه بود که مثلا هر بار که زال رو می دیدن کلمه زر رو به یاد می آوردن و خودی همین کلمه زال هم با زال پیری مناسبت ندارد که ما تصور کنیم که به خاطر ما سپید بودنش بودن. نه، اون زالی که هست در ادبیات ما مثلا نه زال مداین کم از پیرزنی که میگن خمزده. بله. اون پیری خمزده را زال میگفتن. بله. بعد اینجا یک چیز مهم است در همین نیایش سام به سیمرغ که او رو این یک مورد یعنی نیست که دیدن که سیمرغ به بیچارگان یارمندی میکند. وقتی که نیایش میکند سام نزد سیمرغ ما او رو در برابر یک موجودی میبینیم که همیشه به انسانهای وامانده و افتاده کمک میکند، یاری میرساند. اینجا استاد گفتید فقط اینکه وقتی که آنها وداع میکنن با زال با سیمرغ وداع میکنن، سیمرغ با او پرهایش رو میدهد که در حالت که من اگر ضرور شوم تو میتوانی که با من علاقه بگیری با واسطه همین پرهایم. سر این مسئله یکم توضیح بله. وقتی که زال از جدا شدنش از سیمرغ دلتنگی میکند، سیمرغ برای تسلای خاطرش پری از خود به او میدهد و میگوید که هر بار که به دشوار گرفتار شدی، به مشکل دچار شدی، پری مرا دود بده، من در نزد تو حاضر میشم و اون مشکلیت رو حل میکنم. و اون پری سیمرغ تا پایان عمر رستم در دو مورد به کار میآید. یک موردی که زاده شدن رستم برای مادرش بسیار گران میآید و اولین بار در تاریخ بشر عملی اون چیزی که امروز با نام در طب با نام چاک قیصری نام کردن، رو پهلوی رودابه رو لازم میشود که چاک کنند و رستم رو از وجود مادرش، از بطن مادرش بیرون آورند. همین کار رو سیمرغ میفرماید. وقتی که احوال رودابه بسیار زار می شود، زال پری او را دود میکند و سیمرغ یک بار حاضر می شود و میفرماید که مرد حکیمی رو بیارید و پهلوی مادر رو چاک میکنید و فلان گیاه رو بیارید با فلان چیز بیامیزید با پر سوخته من
با خاکستر این پر سوخته بیامیزید و در جای زخمش بمالید. همون کار رو میکنن و زخم رودابه بعد از تولد در زمان شفا مییابد. یعنی همون خاصیت دوایی هم دارد. بعد نوبت دوم همین دشواری جنگ رستم با اسفندیار است که با راهنمایی سیمرغ این مشکل حل می شود. اون رو به جای خود تفصیلاتش رو خواهیم. تشکر استاد برای یک توضیح بسیار عالی. بیننده عزیز، برنامه رو به پایان می رسونیم. با استاد برای یک صحبت خیلی جالب تشکر میگیم. تا برنامه های آینده شاد باشید.